سلام بر زوج نیوزی های عزیز، اومدیم با اولین ویدیومون. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و کارآمد باشه. رابطه جنسی یکی از اصلی ترین نیازهای انسانه که باید به شکل درست و مطلوب ارضا بشه. از طرفی ممکنه بیماری های مختلفی از همین طریق به انسان منتقل بشه. پس رعایت بهداشت فردی در جلوگیری از انتقال این بیماری ها تأثیر بسیار زیادی داره. لطفاً چنلمون رو سابسکرایب کنید و پستمون رو لایک کنیم. بریم برای ادامه ویدیو. کاندوم یک پوشش لاتکسی بهداشتی است که از تماس مستقیم حالت تناسلی زن و مرد در هنگام رابطه جنسی جلوگیری میکنه. این پوشش لاتکسی حالت انعطاف پذیری و کیسانی دارد و در اثر وارد شدن مقدار خاصی از فشار پاره نمیشود. کاربرد اصلی کاندوم پیشگیری از بارداری است. در این روش جلوگیری از بارداری منی مرد درون این پوشش خاص ریخته می شود. به همین دلیل از ورود اسپرم ها به داخل رحم زن و تشکیل لقاح جلوگیری می کند. منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید.